بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی صحبت نخواهم کرد برای اینکه کاشف مقالات شمس درباره مقالات شمس صحبت کنند خیلی برای همه از جمله برای خود من مفیدتر خواهد بود و این یکی از آرزوهای دیرین شخص من بود که مقالات رو از بیان استاد موحد بشنوم. خدا را شکر که به این آرزو رسیدم و در انشاءالله که جلسات آینده هم از محضر استاد استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون از لطفش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. با اجازتون درس گفتارهای مقالات را زیر عنوان کلید فهم شمس و مولانا دنبال میکنیم. ما بر در عشق حلقه کوبان، تو قفل زده کلید برده. برهم زده خانه را و ما را، حمال گرفته رخت برده. ما بر در عشق حلقه کوبان، تو قفل زده کلید برده. صنما از اون چه خوردی بهل اندکی به ما ده. غم تو به توی ما را تو به جرعه‌ای صفا ده. ز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی، بنهان ز چشم خصمان تو به دست آشنا ده. بنشان تو جنج ها را، بنواز چنج ها را. ز عراق از سپاهان تو به چنج ما نوا ده. سر خم چو برگشادی 2000 مست تشنه، قدح و کدو بیارند که مرا ده و مرا ده. از دوستان عزیز خواهش میکنم که هر جا احساس خستگی کردند اشاره بفرمایید، بنده قطع بکنم، برای اینکه این صحبت که ما داریم گفت که از ازل تا ابد همینجور ادامه داره و مایه نگرانی نیست جایی قطع بشه. بفرمایید. هوا گرمه و میدونم که خیلی سخته تو این هوا تحمل کردن. در جلسه پیش اجمالاً گفته شد که مقالات خوانی ما از چه مقوله خواهد بود. مقالات بیشک از زیباترین و برجسته‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است. ما هم در خواندن آن به این ویژگی‌ها توجه می‌کنیم و لذت می‌بریم، ولی در عین حال می‌کوشیم تا در ورای این نگرش صرفاً ادبی و زیبا شناختی چیزی دیگر و چیزهای دیگر نیز در آن کشف کنیم. نگاه ما در شاهکارهای بجامانده از متون کهن فارسی متاسفانه غالباً نگاهی صرفاً ادیبانه بوده است. در این نگاه نخست مفردات واژه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، معنی کلمات غریب و مهجور و نامأنوس را می‌جوییم، اصطلاحات امثال شواهد که در طی سخن آمده است بررسی می‌کنیم، به سراغ آیات و احادیث احیانا نویسنده متن به آنها نظر داشته است می‌رویم و آنگاه نکات بلاغی و آرایه‌های کلامی و این قبیل جنبه‌های متن را می‌کاویم. اما این نگرش صرفاً ادیبانه
موجب غفلت از فواید دیگر متن می شود. مثلا تاریخ بیهقی را به عنوان یک متن ادبی می خوانیم و غفلت می کنیم از اینکه گوشه چشمی هم به دستبندی ها و دسیسه بازی های حاکم در دستگاه دیوانی که از ورای الفاظ و جملات سرک می کشد بیندازیم و در رقابت های مکارانه رایج در میان دیوان سالاران و رودست همدیگر رفتن ها و نیرنگ زنی های رجال حکومت تأمل ورزیم. گلستان و بوستان را به عنوان دو نمونه درخشان از نثر و نظم فارسی می‌خوانیم و توجه نمی‌کنیم که مثلا باب اول گلستان در سیرت پادشاهان و باب اول بوستان یکم باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدای، و اون رساله نصیحت الملوک سعدی فارغ از بازی‌های لفظی و هنرنمایی‌های مربوط به قرینه‌سازی‌ها و سطرپردازی‌ها و حتی گذشته از موسیقی کلام و شیوه بیان و روایتگری به مثابه یک آینه سه‌وجهی تلقی مردم زمانه سعدی را از حکومت خود باز می‌نماید. آینه‌ای که در آن می‌توان دید که مردم چه انتظارات و توقعاتی از حاکمان زمان داشتند. آیا اصلاً حساب کتابی در میان مردم با حکومت بوده یا نبوده؟ روال کار بر چه قرار بوده؟ من به عنوان پیش درآمد این سلسله گفتارها از جواهرالقرآن غزالی یاد کردم که یک نگرش تحلیلی در قرآن دارد و محتوای آن را به 6 بخش، 3 بخش اصلی و 3 بخش فرعی تقسیم می کند. پیشنهاد من آن بود که در مقالات خوانی هم علاوه بر توجهی که البته به جنبه‌های لفظی و کلامی اون خواهیم داشت، سعی کنیم تا با شخصیت شمس مولانا به عنوان 2 انسان، 2 موجود خاکی واقعی و نه 2 موجود اسطوره‌ای آشنا شویم و این آشنایی شخصی را یکی از کارسازترین و مهمترین کلیدهایی در نظر بگیریم که برای رازگشایی و آشنایی با عوالم آنان و درک و دریافت آموزه‌های آنان ضرورت دارد. در قدم اول تکه‌هایی از مقالات را خواندیم که حکایت ایام کودکی و نوجوانی شمس بود و در آنچه خواندیم چند نکته مهم یافتیم. اول آنچه پدر و مادر شمس آدم‌های فوق‌العاده مهربان بودند، از طبقات میانه اجتماع و فرزند خود را بی‌نهایت دوست می‌داشتند، نگران حال او بودند. دیگر آنکه شمس از همان اوان کودکی حالات غریب داشته که او را از کودکان همسن و سال خود متمایز می ساخته است. او به رغم مهربانی‌های پدر و مادر خود را تنها می دید در خانه پدر و با همه عطوفتی که نثار او می کردند احساس غربت می کرد. اما اون احساس غربت و تنهایی هیچ جنبه منفی نداشت. یعنی مایه تأسف او نبود که تنها باشد. تنهایی و یکتایی انگشتری عزتی بود که آن را تا پایان زندگی پاس می داشت. آنگاه که کودک بود با یک مشت مویز و چند تا آب نبات دل خوش نمی داشت و چون بزرگ شد هیچگاه به رفاه زندگی صرف رود نیاورد. در نوجوانی بسیار کم می‌خورد و از همین رو لاغر و ضعیف می‌نمود، اما بسیار مقاوم و دلیر بود. از اختلاط با کودکان دیگر دوری می‌جست
میگوید هرگز کعب نباختمی نه به تکلف. این صفحه 196 مقالاته. هرگز کعب نباختمی نه به تکلف الا طبعا، دستم به هیچ کار نرفتی، هر جا وعظی بود اونجا رفتمی. کعب باختن یعنی قاب بازی کردن. معلوم می شود که این بازی در میان کودکان و نوجوانان سخت شایع بود. در جوانی های ما هم، البته جوانی های خودم رو عرض می کنم، در جوانی های ما هم چنین بود. معمولا بچه ها توی کوچه سرگرم قاب بازی بودن. حالا دیگر زندگی فرق کرده. کودکان و نوجوانان مشغولیت های بسیار دیگری پیدا کردند. قاب بازی ور افتاده و منسوخ شده است. شمس میگوید احتراز من از شرکت در بازی با همسالان به تکلف نبود. محدودیتی نبود که پدر و مادر یا دیگران بر من تحمیل کرده باشند، بلکه طبعا از این چیزها گریزان بودم. هر جا وعظی بود اونجا رفتمی. این حکایت از نوعی بلوغ ذهنی زودرس دارد. نوجوانی که میخواهد چیزی کشف کند و نمیداند که آن چیست. جستجو برای کشف معنایی در زندگی، جستجویی که لازمش محدود کردن معاشرت‌ها و احتراز از جوش خوردن در جماعت بود. با کسی کم اختلاط کنم، صفحه 290 مقالاته. و این احتراز از اختلاط را حتی خود او به نازکی و بدطبعی ترجمه می کند. آری مرا، عبارت خودشه، آری مرا نیکبختی نسازد، از نازکی و بدطبعی مرا جایها همچنین پیدا آمد، منالی و راحتی باز از این نازکی گریختم، برهم زدم. این صفحه 626 مقالاته. شما ملاحظه می‌فرمایید به جای اینکه ما مقالات رو همینجور به خط مستقیم بخونیم، از جاهای مختلفش راجع به مسئله‌ای که مورد نظرمونه توجه می‌کنید و استشاره. معلوم می‌شود فرصت‌هایی پیش آمده، لوازم و اسباب فراهم بوده که او خود را از این بیقراری رها سازد و از رفاه و نعمت و لذت یک زندگی معمولی برخوردار گرداند. او چنین نخواسته است. او را مردم گریز نمیتوان خواند. آدم‌های ساده و بی‌ادعا را دوست دارد. برای افتادگان و آسیب خوردگان و درماندگان سخت دل می‌سوزاند. از مردم نمی‌گریزد، از تعینات می‌گریزد، از زرگ و برگ و افاده و فیس و ادعا نفرت دارد. از این که کسی موافق مزاج عوام صحبت کند و به شیادی و فریبکاری برای خود دم و دستگاه ترتیب دهد بیزار است. و مصداق این خطاب مولاناست که میگوید ای غریب فرد بیمونس شده، ای غریب فرد بیمونس شده، آتش شوق از دلت شعله زده، 100 سؤال و 100 جواب اندر دلت، میرسد از لامکان در منزلت. ما نمیدانیم که او کی و در چند سالگی تبریز را ترک کرد. شاید پر بیراه نباشد اگر فرض کنیم که او مثلا تا 20 سالگی در شهر خود بوده و در اون حدود از سن سال پای در سفر نهاده است. گفته شده است که او وقتی مولانا را دریافت پیرمردی 60 ساله بود. بافت و نوع سخن
در مقالات هم نشان می‌دهد که صاحب آن مردی است پخته و آزموده، فرازها و نشیبها پیموده، با بزرگان روزگار مصاحبت نموده، مردی که با آدم‌هایی مانند اوحدالدین کرمانی و ابن عربی زانو به زانو نشسته و این کسی را میسر است که سن سالی ازش گذشته باشد و وادی‌های بسیاری را طی کرده باشد. اوحدالدین به سال 635 و ابن عربی به سال 638 وفات یافتند. بعید از کسی که با آنان افت و خیز و حشر و نشر داشته در 642 که به گنیه آمده از همون 60 سال که گفته‌اند کمتر داشته باشد. ببینید این ما باید روی قرائن امارات ناچار حکم بکنیم. شاید با استقصا در دیوان کبیر هم اشاراتی به سن و سال شمس پیدا شود، مانند این ابیات که مولانا در بازی با معانی مختلف 60 میگوید. من به صورت قطع عرض نمی کنم، با کلمه شاید من گفتم این رو. تو 60 عشق در جانم شناسا گشت 60ش را، به 60 عشق دست آورد جان بت پرستش را. به گوش دل بگفت اقبال رستون جان به عشق ما، بکرد این دل هزاران جان نثارون گفت رستش را. برات عمر جان اقبال چون برخواند 50 60، تراشید و ابد بنوشت بر طومار 60ش را. خدیو روح شمس الدین که از بسیاری رفعت نداند جبرائیل وحی خود جای نشستش را. اما در اون 60 سالگی هم که مولانا را جسته و یافته است، هنوز اون نگین عزت تنهایی و یکتایی را سخت پاس می دارد. در این عبارت ها دقت کنید که از صفحه 761 مقالات می خوانم. چه می فرماید مولانا؟ خوشش نمی آید که من تنها می روم؟ لیک این چنین است که تنها فارغ هر جایی بگردم و بر هر دکانی بنشینم. او مرد اهل مفتی شهر را نتوانم بر هر دکانی و بر هر جایی با خود بردن، در هر تونی سر کنم. ببینید مردم گریزی نیست. مرد اهل مفتی شهر مرادش مولاناست. مرد اهل یعنی آدم مقبول و موجه که پیش مردم احترامی دارد و باید مراعات مقام و موقعیت اجتماعی خودش رو بکند. دنباله همون عبارت ها میگوید تا بدانی که من با تو هرگز لاابالی مشایخانه نکردم، که من اینجا میروم خواهی و گر نخواهی، اگر از آن من باشی با من آیی، الا هرچه دشوارت آید بر تو لازم نیست. این همون صفحه 761. لاابالی مشایخانه یعنی مثل شیوخ که نسبت به حال مرید لاابالی، بی‌اعتنا و بی تفاوت هستند. من این گونه رفتار نمی کنم. وضعیت تو را می دانم و نمی خواهم با من بیایی. چرا؟ که من در هر تونی سر کنم. این تکه را هم از صفحه 302 می خونم. لحظه‌ای می رویم تا به خرابات، آن بیچارگان را ببینی. آن عورتکان را خدا آفریده است. اگر بدم یا نیکم در ایشان بنگری. در کلیسا هم می روی، ایشان را بنگری. و این از صفحه 298.
کافران را دوست می‌دارم از این وجه که دعوی دوستی نمی کنند. میگویند آری کافرم، میگویند آری کافری، دشمنی، اکنون دوستیش تعلیم دهیم، یگانگیش بیاموزیم. کسی در این خرابات به چشم شفقت بنگرد، بداند که آن حرام است و موجب حد است و زجر، ولکن از روی شفقت آبش از چشم فرو آید که خدایا ایشان را خلاصی ده از گناه و مرا و همه مسلمانان را. ببینید، پس بدنامان نباید شرم داشت، گوش بر اسرارشون باید گماشت. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده چه دارم شرم از آب، گفت آب این شرم بی من چی رود، بی من این آلوده زایل چی شود. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء یمنع الایمان بود. هم بر مردم گریزی کرد. اشاره هم داشتیم به این مطلب که او احتمالاً در حدود 20 سالگی تبریز را ترک گفت، ولی پیش از اون که پرده ای از سفرهای دراز دامن او را تماشا کنی، یک حکایت دیگر از کودکی او را بشنویم که دیوانه غیبگو در پیشانی او چه می‌بیند. این حکایت در صفحه 196 مقالات است. دیوانه‌ای بود مغیبات گفتی، به امتحان در خانه‌ای کردندیش، برونش یافتندی. پدرم روزی روی از من گردانیده بود و با مردمان سخن می گفت. به خشم بر سر پدرم آمد مشت کشیده، گفت اگر نه جهت این کودک بودی، و با من اشارت کرد. همچنین بردمی و در این آبت انداختمی. آب بود که پیل را بگردانیدی، در نمکستان می رفت. اونگاه رو به من کرد، مرا گفت وقتت خوش باد و خدمت کرد و رفت. این دیوانه در ناصیه اون کودک خردسال چه میدید؟ گمان میکنم همون حالت استثنایی و نگاه‌های غریبانه کودک جلب نظرش رو کرده بود و دور نمیدانم که همین اتفاق در روحیه طفل مؤثر افتاده و در تکوین اعتماد به نفس بی‌نظیر به اعتقاد او به یکتایی و بی همتایی و فر و محبت خود که در سرتاسر مقالات موج میزند سهمی به سزا داشته باشد. و چه شگفت که اون خاطره عزیز را پس از کمابیش 50 سال برای مولانا حکایت می کند. عالم دیوانگی و تلقی مردم از احوال دیوانگان خود داستان مفصلی است. میشل فوکو، متفکر نامدار فرانسوی، کتابی در تاریخ دیوانگی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده و از مهمترین آثار او به شمار می آید. او در این کتاب تاریخ جنون را بر 4 دوره تقسیم کرده است. دوره قدیم که مجنون را موجودی مقدس می دونستند که به کلی از عالم ما بریده و با غیبیان پیوسته. دوره دیگر از رنسانس است تا قرن 17 و 18 که جامعه جنون را از خود میراند اما خود را از آن نمیگسست.
جنون دیگر مایه وحشت نبود و به قلمروی از معنا که در فراسوی خرد بود اشاره داشت. انسان رنسانس گمان می‌کرد که در جنون چیزی از حقیقت هست. دوره سوم قرون 17 و 18 بود که جنون را یک بیماری از مقوله امراض جسمانی میپنداشتند که مثلا معلول اختلال در گردش آزاد خون در مجاری عروق است. مظنون را در بیمارستان‌ها حبس می‌کردند و با انواع شکنجه‌ها در معرض معالجاتی قرار می‌دادند که به زعم آنان میبایستی وضع بدن را به حالت عادی برگرداند. دوره معاصر قرن 19 و 20 جنون را نه عارضه جسمانی بلکه از مقوله روانپریشی میدانند که تو نوبت روانپزشکان و متخصصان مختلف بیماری‌های عروق و اعصاب و مغز و روانکاوی و این حرفا. من نمیدانم چه این تقسیم بندی تاریخی فوکو از تلقی جنون در نزد ملل مغرب زمین تا چه اندازه درست است. من وارد این مطالب نیستم. من مثل شما میشنوم و یا تا چه اندازه با نگرش مردم شرق مطابقت دارد. فکر میکنم شاید مجانین العقلایی که شرح احوالشون مثلا در صفت الصفه ابن جوزی یا در نفحات الانس جامی آمده بتوانند مصداق تلقی قدسی از جنون در جهان اسلام باشند و دیوانگان طرفه‌ای که با احوالشون در آثار عطار آشنا می‌شویم از مصادیق نگرش رنسانسی در جنون مثلا. تقریبا تمام دیوانگان عطار هوشمندان تیزبینی هستند با نگرشی طعنه‌آمیز در کارگاه آفرینش و طنزی گزنده که اون را عاقلان جرأت اظهار اون را ندارند گستاخوار و بی‌محابا بر زبان می آورند. نمونه اون دیوانه است که اعلان کرده بود فردا در میدان شهر به جنگ خدا خواهد رفت. صبح که شد دیدندش که چوبی را به جای اسب گرفته آمده در میدان میتازد و رجز میخواند و خدا را به مبارزه میطلبد. بچه ها دنبالش افتادن. غوغا شد. سرهنگی ترک که در اون حوالی منزل داشت از خانه بیرون آمد، دید شلوغ شده. راه را گرفتند. با چماقی که در دست داشت کوفت بر سر دیوانه. بچه ها فرار کردند. دیوانه با سر شکسته خونین مالین در گوشه خزید. گفتندش خب ماجرا چی بود؟ گفت هیچ، من مرد مردانه به جنگ او رفتم، او دل و جرأت مقابله با من رو نداشت، خود پنهان شد. تو چه زبان فهمی رو، تو چه زبان نفهمی رو. ولی تضاد صنعت تضاد جزو صنایع ادبی بله. گفت تو چه زبان نفهمی رو به مصاف من فرستاد که این بلا رو بر سر من آورد. ظاهرا تا پیش از مولانا هیچ شاعر دیگری را نداریم که به قدر عطار مجذوب عوالم دیوانگی باشد. حتی مولانا هم به اندازه عطار دل مشغول قصه های دیوانگان نیست. اگر اون چرا که عطار در منظومه های مختلف و در تذکرة الاولیا از دیوانگان نقل کرده است در یک جا گرد آورند، کتاب دلکش و خیالانگیزی پر از نکته‌سنجی ها و طرایف و ظرایف فراوان پدید می آید. اما اگر مولانا در نقل قصه های دیوانگان به پای عطار نمی رسد، در توصیف عالم دیوانگی از او فراتر می رود. هرچه غیر از شورش دیوانگی است اندر این ره دوری و بیگانگی است. ذوالنون مصری از قدمای طریق تصوف است. در صفت الصفه نام او هست نه جزو مجانین بلکه به عنوان شیخی که خود عاقل است اما محبت خاصی با مجانین دارد.
چند قصه است از دوستی او با دیوانه‌ای به نام سمنون مجنون حکایت می‌کند. در تذکرة الاولیای عطار هم ظاهراً سخنی از جنون خود ذوالنون نیست، اما ذوالنونی که مولانا در دفتر دوم مثنوی از او یاد می‌کند دیوانه می‌شود و دیوانگیش چندان شدت می‌کند که او را به بیمارستان می‌برند. بیمارستان همونه که ما الان میگیم تیمارستان. بیمارستان دیوانه خونه. اون بیمارستان ما را شفاخانه میگفتند. مولانا بلندترین و شورانگیزترین ستایش ها را از عالم جنون را از زبان او می آورد. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریش هاشون می ربود. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. چون که حکم در کف رندان بود، لاجرم ذوالنون در زندان بود. چون قلم در دست غداری بود، بیگمان منصور بر داری بود. چون سفیهان راست این کار و کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. انبیا را گفته قوم راه گم، از سفه انا تطیرنا بکم. نزد مولانا سفه در تقابل با جنون است. جنون رمزی از عالم حقیقت است. سفه فرومایگی و حماقت است که سبب انکار حقیقت می شود. انبیا را دیوانه می خواندند و به عنوان عوامل آشوب و اختلال از جامعه می راندند. قالوا انا تطیرنا بکم ولئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. گفتم ما وجود شما رو به فال بد میگیریم، اصلا شما رو نحس تلقی میکنیم، به فال بد میگیریم شما رو، و اگر دست باز نداری چند سالتان میکنیم و بدترین شکنجه ها را درباره لمسنکم منا عذاب علیم. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هیچ پیغمبری براشون نیامد مگر اینکه گفتن جادوگر است یا دیوانه است. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. گفتن این چه میگی قرآن برای من نازل شده، تو دیوانه‌ای. در قرآن کریم نزدیک به 20 مورد هست که منکرین انبیا آنان را مجنون خواندند. انبیا را گفته قوم راه گم، از سفه انا تطیرنا بکم. او ز شر آمن در خانه شد، او ز ننج عاقلان دیوانه شد. او ز عار عقل کند تنپرست، قاصدان رفته و دیوانه شده است. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. پیش اون چشمی که او را رهبر است، هر کلیمی را جلیمی در بر است. هر موسایی توی لباسیه، هر کلیمی را جلیمی در دیگر است. پیش اون چشمی که او را رهبر است، هر کلیمی را جلیمی دیگر است. از جنون خود را بری چون پرده ساخت، مروارای کور چه خواهی شناخت. فر او کروبیان را جان شده است، او در این دیوانگی پنهان شده است. گر تو را باز است اون دیده یقین، زیر هر سنگی
یکی سرهنج بین، در هر جلیمی چلیمی ببین، زیر هر سنجی سرهنجی ببین. این است مدح دیوانگی در مولانا که هیچ شاعر دیگر و حتی عطار در این فن جرد او را در نمی‌یابد. میزنم حلقه در هر خانه‌ای، هست در کوی شما دیوانه‌ای؟ مرغ جان دیوانه آن دام شد، دام عشق دلبری دردانه‌ای. عقلها نعره زنان کآخر کجاست، در جنون دریا دلی مردانه‌ای. ای خدا مجنون آن لیلی کجاست، تا به گوشش در دمیم افسانه‌ای. زانکه گوش عقل نامحرم بود، از فنون عاشقان بیگانه‌ای. سلسله زلفی که جان مجنون اوست، میل دارد با شکسته شانه‌ای. باری فرض ما بر این بود که شمس چون به مولانا رسید در حدود 60 سالی داشت و باز فرض کردیم که او در اوان جوانی مثلا در 20 سالگی پای در سفر نهاده باشد. در این صورت باید گفت که ابتدای سفرهای او تقریباً مقارن بوده است با زمان تولد مولانا، چون 40 سال طول داره دیگه. مولانا در 604 متولد میشه، اوایل قرن هفتم. البته چنانچه یادآور شده ایم هیچ تاریخ قطعی و مسلم از هیچ یک از مقاطعی که گفتیم در دست نداریم، ولاجرم به حدس و احتمال و بر اساس سرنخ‌هایی که سپهسالار و افلاکی در نوشته هاشون آورده اند این حرفها را میزنیم. اما مسئله سفر، من در اون رساله کوچک شمس تبریزی اجمالاً به این مسئله پرداخته و گفتم که سفر یکی از وسایل و راههایی بود که در تصوف برای تهذیب نفس و تشخیص ذهن و روشنی بخشیدن بر افق دید صوفیان جوان توصیه میشد. سفر ضد توقف است، حرکت است از نقطه‌ای که اون نقطه ممکن است در عالم برون یعنی در صفحه جغرافیا باشد و این معنی عادی و متداول سفر است که از شنیده این کلمه در ذهن متبادر می شود. در قرآن آمده است که هیچ کس نمی‌داند در کجا خواهد مرد و ما تدری نفس بأی ارض تموت. اجل محتوم با ما مشورت نمی کند که در کجا به سراغ ما خواهد آمد. همینطور از ابتدای زندگی انسان که تصمیم درباره زادگاه ما دست خود ما نیست. هیچ یک از ما سهمی در گزینش نقطه‌ای که در اونجا متولد شده و چند سال اولیه عمر را در اونجا گذرانیده است نداشته. و شاید این غریزه سفردوستی که در نهاد ما هست یک نوع واکنشی است در برابر اون جبری که بر ما تحمیل شده است. در هر حال سفر همیشه مقرون است به قصد رسیدن به جایی یا تحصیل منفعتی، خواه منفعت مادی مانند اون که در سفر بازرگانان ملحوظ بوده یا منفعت معنوی چنانچه منظور سفر طالبان علم و عرفان بود. و همین نوع اخیر سفر است که در حدیث منسوب به پیغمبر اکرم سفارش اون آمده است. گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. مولانا در قصه دقوقی به این نکته اشاره می کند و می گوید دقوقی در علم و فتوا امام مردم زمان خود بود. در ایمان و تقوا گوی سبقت از فرشتگان می رو بود، اما باز در طلب کاملتر از خودی
ترچه دار و دیار گفت و روی در سفر آورد. با چنین تقوا و اوراد و قیام طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی که دمی بر بنده خاصی زدی. روز اندر سیر بود شب در نماز چشم اندر. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. روز اندر سیر بود شب در نماز چشم اندر شاه باز او همچو باز. چشم اندر شاه باز او همچو باز. منقطع از خلق نی از بدخویی. گفتم مردم گریزی نیست این انقطاع. منقطع از خلق نی از بدخویی. منفرد از مرد و زن نی از دویی. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب. خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مشفقی. بهتر از مادر شهیتر از پدر. نیک و بد را مهربان و مستقر. بهتر از مادر شهیتر از پدر. مقصود از سفر طالبان حق جستن و یافتن مردان خدا بود. موسی به همین طلب همراه یوشع پای در سفر نهاد تا به خضر رسید. آه سری هست اینجا بس نهان، چه سوی خضری شود موسی دوان. همچو مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. موسیا تو قوم خود را هشته ای، در پی نیکوپیی سرگشته ای. کی گبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا. انسان که در دفتر سوم مثنوی قصه دقوقی را میخواند خواه ناخواه به یاد قصه شمس با خود مولانا میافتد. شما ببینید من گاهی به مثنوی میرم گاهی به مقالات. گفتیم که منظور از این سلسله صحبت ها هم در دنبال کلید فهم شمس و مولانا هستیم که این دوتا رو از هم اصلا نمیشه جدا کرد. مولانا در اول قصه دقوقی از موسی و خضر یاد می کند. فرزند مولانا سلطان ولد نیز در ابتدا نامه درست در اول قصه شمس و مولانا به تفصیل تمام حکایت موسی و خضر را می آورد. میگوید غرضم از قدیم مولاناست. چنانچه موسی علیه السلام، این عبارت سلطان ولده، چنانچه موسی علیه السلام با قوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود، مولانا نیز قدسنا الله بسره العزیز با وجود چندین فضایل و خصایل و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظیر بود و مثل نداشت، طالب شمس الدین تبریزی قدس الله سره العزیز بود. این در ابتدا نامه سلطان ولد اینجوری میگه. خب گفتیم نوع دیگر سفر روحانی، سفر معنوی. مولانا غزل قصیده‌ای داره در اکتفای یک قصیده‌ای از انوری که انوری اون رو درباره سفر ساخته. قصیده‌ای است از انوری درباره سفر. مولانا اکتفا کرده از انوری و داره میگه ز خویشتن سفری کن به خویش. میگه درخت گر متحرک شدی ز جای به جای، نه دور اره کشیدی تا آخر. در اشاره به این سفر روحانی میگه ز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجه.
چه از چنین سفری گشت خاک معدن زر. قدیمی‌ها معتقد بودند که تمام این معادن اول خاک بوده، تبدیل شده آهن به مس. ز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجه، چه از چنین سفری گشت خاک معدن زر. ز تلخی و ترشی رو به سوی شیرینی. چنانچه رست ز تلخی هزار گونه ثمر. هر میوه اولش تلخه. چنانچه رست ز تلخی هزار گونه ثمر، به معنی میوه. از اون مقام چه نبود گشاد زود گذر. برو به سوی خریدار خویش همچون زر. حدیثی از پیغمبر اکرم که فرمود من استوای و ماه فهو مغبون. هرچه امروزش با دیروزش یکسان درآید باخته است. سلطان ولد در تفسیر این حدیث آورده است در بیان آنچه سیر و سفر آدمی باید که در خود باشد. از حال به حال گردد. اگر جاهل است عالم شود. اگر غمگین است شادمان گردد. اگر منقبض است منبسط شود. همچون سنج لعل راه رود معنوی بی حرکت قدم. همچون سنج گزن که لعل شود در خوده خود او نهفته رود. در خوده خود او نهفته رود. خنه چون کس که در سفر باشد از بد و نیک در گذر باشد. هر دم از عشق درس نو خواند. خویشتن را ز کهنه برهاند. خودش را از یک کهنه‌ای نجات بده به یک نوعی برسه. از مسیر خود دور نیفتیم. مقصد سفر صوفیه را در دو کلمه کشف و یافت میتوان خلاصه کرد. سخن از سفر در روزگاران قدیم است چه راه نبود و اگر بود بس پرخطر بود. و صوفی جوان چون خطر را به جان می‌خرید زاد راهش تنها توکل به خدا بود. و سینه‌ای مالامال نیاز و آتش شوقی در دل که کی و کجا به صاحب دلی برسد. شمس درباره بایزید بسطامی آورده است او را عادت بود، این صفحه 264 مقالاته، او را عادت بود که در هر شهری در آمدی اول زیارت مشایخ کردی اونگاه کار دیگر. و مولانا همین نکته را به نظم در آورده است. او به هر شهری که رفتی از نخست مر عزیزان را بکردی بازجست. گرد می گشتی که اندر شهر چیست کو بر ارکان بصیرت متکیست. شمس از سفرهای خود کم گفته اما اون چه گفته بسیار پرمایه است و زباندار. در پاره قصه ای از مقالات، یک قصه تمام نیست، یک تکه ایست از قصه که اول آخر اون پیدا نیست، تصویری هنرمندانه و شگفت‌انگیز از مشقات سفر و مقاومت جسمی و روحی خود به دست می‌دهد. از بامداد صفحه 275 مقالات، از بامداد تا نماز پیشین راه غلط کرده بودم و رفته که 3 روزه بودی از بالای کوه. نشیبی عظیم و پیش آب بزرگ و اون سو جاده راه و ده و نشیب چندان که اون ده حلقه انگشتری می نمود و کمرهای کوه به چه صفت. فی الجمله دل به مرج دادم و از بالا خیز کردم.
از اون ده خلقی می نگریستند چه این حیوان باشد، پلنگ باشد. نشیب هموار همچون کف دست فرو افتادم. حاصل چون بده آمدم همه آمدن در پای من می افتادن و در من حیران شده که این پریست، خضر است، چه خلق است اون چنان جای به سلامت ماند. ببین شمس راه غلط رفته، خود را بر سر کوهی می‌یابد بسیار تند و سرتیز. از بالا می‌نگرد جاده را می‌بیند از مسافتی بعید که در اون سوی رودخانه بزرگ امتداد دارد. کوه مشرف است بر دهی ولی راه نیست. روز بیگاه شده و مرد اگر به هوای رسیدن به جاده برگردد و در پیچ و خم کوه‌ها گرفتار شود خطر گم شدن هست. جماعتی صوفیان، این از صفحه 278 تکه هایی از سفرهای، از قصه های مربوط به سفرهای شمسی. جماعتی صوفیان همراه شدند با من در راه ارزنجان و مرا مقدم ساختند که بی امر تو به منزلی فرو نیاییم و بی امر تو سفره نچشیم و بی امر تو ماجرا آغاز نکنیم اگرچه از همدیگر برنجیم. 278. در این یک بند دقت کنیم. شمس با گروهی از صوفیان می رود به سوی ارزنجان که فاصله زیادی از ارزروم ندارد. حالا معلوم نیست که در چه جهت حرکت می کرده، از این سو می رفته یا از اون سو می آمده. شاید حکایت اوایل سفرهای شمس است، دورانی که هنوز او خود را در زی بازرگانان در نیاورده بود، چون میدونیم که شمس در لباس تجار سفر میکرد، در لباس تاجر سفر میکرد. در اینجا میبینید که با جماعت صوفیانه. خودش میگه با فقیهان نمی نشستم، با صوفیان می نشستم. اوایل کار میگه که بیشتر تمایل داشتم. شمس جوان بود ولی فری داشت و مهابتی. اون که معلوم می شود از این حکایت که صوفیانش به ریاست گروه برگزیده بودند. گروه می بایستی نظم و ترتیبی داشته باشد، کجا منزل بکنند، مدت توقف چقدر باشد، کی بخوراش بنشینند. دعوا و مرافعه هم بین آنان اتفاق می افتاد که محتاج حل و فصل بود. گروه صوفیان مانند یک اردوی کوچک حرکت می کرد. تابع امر فرمان امیر خود بود و شمس امیر لشکر بود. تعبیر سفره کشیدن به معنی گشادن و پهن کردن سفره برای خوراک است. همان که سعدی از اون به سفره نهادن تعبیر می کند. سعدی خویش خوانیم پس به جفا برانیم، سفره اگر نمی نوی، سفره اگر نمی نهی، در به چه باز می کنی؟ این تعبیر را در مقامات ابو سعید ابوالخیر هم داریم. چاشتگاه در جامع سفره کشیدم. این تعبیر خیلی به ندرت ما میبینیم، فقط در شمس هست، در مقامات ابو سعید هم هست. چاشتگاه در جامع سفره کشیدم و اصحاب بنشستند. ماجرا آغاز کردن به معنی داد و فریاد را انداختن و گال چاپ کردن و معرکه برپا کردن است. چند روز گذشت، دنباله قصه است، چیزی نیافتند که سیر خورند و وقت خربزه بود. یکی از خیارزاری از دور بانگ می کرد و به دست اشارت می کرد که درویشان درآیید، بسم الله. خواستند که درآیند
گفتم شتاب مکنید. گفتند آخر ما گرسنه ایم. گرسنه خود مجیر، الکرامت لا ترد. گفتم آخر اون به جایی نمیرسد، آخر اون به جایی نمیرود، اون خود به دست است. چنانچه صوفی روی به جردنان کرد و گفت اگر به از تو یافتم تو رستی و اگر نی تو به دستی. تصویر زمانه است اسرت‌آلود و فقر زده. صوفیان باید به اندک خوراک بسازند. تابستان است و فصل خربوزه و هندونه. میرسند به خیارزاری. درویشان گرسنه اند. صاحب بستان از دور بانگ میزند که بیایید و بخورید. درویشان سر از پای نمیشناسند، اما شمس جلوشون رو میگیرد که شتاب مکنید. میگویند آخر ما گرسنه ایم. حالا گرسنگی به کنار، الکرامت لا ترد. کرم را نباید رد کرد، نباید دست رد بر سینه صاحب کرم زد. شمس میگوید نترسید، چیزی از دست نمیدهید. او میداند که صاحب بستان خربوزه های پاره پورش چسته لهیده لهواره ها را جمع کرده و میخواهد به خورد درویشان بدهد. لاهوره را صاحب بستان نمیتواند تا شهر ببرد و بفروشد. اینها ضایعات بستان است که باید دور ریخته شود و در هر حال صوفیان اونها را در اختیار خواهند داشت. میره دور. مثلی می آورد که صوفی چون بامداد میخواهد راه بیفتد، یک جردنان خالی بر می دارد و خطاب به اون جردنان میگوید فعلا تو را در اختیار دارم. اگر طعام چرب و نرمی یافتم کاری با تو ندارم، تو رستی. اما اگر چیزی بهتری گیر نیاوردم تو را خواهم خورد. این زبان حال صوفی ظاهراً برساخته خود شمس است، چون در جای دیگری به نظر نرسیده، اما شمس خودش به مناسبت‌های مختلف اون رو تکرار کرده است. گوشت گران کردیم، شمس روشون رو گرفته، یه گوشت گران کردیم، دنباله قصه است. گوشت گران کردیم که ما نمیدانیم چه میگویی، دست جنبانیدیم که چه میگویی. پیشتر آمد و جد نمود. گفتم به شرط آنچه درویشان را از آن دهی که تو میخوری. در پای من افتاد او را وقتی شد، زیرا واقعه او بود. لاهوره را جمع کرده بود جهت درویشان. گفتم نشاید که تو گزیده خوری و جهت خدا دونتر را دهی. نعره زد و فرو افتاد. 3 روز درویشان را مهمان داشت، گوسفندان کشت. گفتم حدش این است، عزیزان را 3 روز باز داشتی، از آن تو رسید. نخست میپردازیم به توضیح اصطلاحات و تعبیرات. گوشت گران کردیم یعنی خود را به اون راه زدیم که چنان وانمود کردیم که درست نمیشنویم چه میگویی. گرانی گوش عارضی است که در سال خوردگی بنده بهتر میدونم به سراغ آدم میاد، به سراغ همه میاد، فکر نکنید به سراغ شما نمیاد. شاعر گوید رهین منت گوش گران خویشتنم، که تا بلند نباشد سخن نمیشنوم. میشه گوشش گرانه، باید بلند حرف زد باش دیگه. جد نمود یعنی اصرار کرد. آمد جلو، یارو خودش آمد جلو و اصرار کرد. او را وقتی شد. این اصطلاحات را اول دقت میکنیم. وقت در اصطلاح صوفیه مترادف است با حال و مقصود از حال حالتی است که در یک لحظه معین بدون توجه به گذشته و آینده برای انسان حاصل می شود. در مثنوی آمده است صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق، نیست فردا گفتن است
شرط طریق. ابن الوقت یعنی فرزند حالتی است که هر لحظه بر او وارد می شود. حال حالتی گذراست که لحظه به لحظه در تحول است، عوض می شود. و مقام حالتی ثابت که دوام و استقرار دارد. اینا اصطلاحات تصوفه. در قصه دیوانه غیبگو هم دیدیم که در پایان ماجرا رو می کند به شمس و می گوید وقتت خوش، و این به معنی خداحافظی است. واقعه او بود، باز از اصطلاحات و تعبیراتش واقعه او بود. بگه این واقعه اون بستانبان بود. واقعه نیز اصطلاحی است در تصوف. عبدالرزاق کاشانی در معنی، عبدالرزاق کاشانی شاید بشه گفت که بزرگترین شارح فصوص ابن عربی است. عبدالرزاق کاشانی در معنی آن گوید هو ما یرد علی القلب من ذلک العالم بأی طریق کان. چیزی است که از اون عالم بر دل سالک فرود آید از هر راهی که باشد. در جای دیگری از مقالات آمده است آخر تو واقعت دیدی، در خوابت گفتم که چون سینه ما به سینه او رسید او را این مقام حاصل شد. او را بسیار واقعه ها در پیش است. عاقبت مسلمان رود، سلامت رود. این صفحه 75 مقالات. در دو نسخه دیگر به جای او را آمده است مولانا را، و مولانا را بسیار واقعه ها در پیش است. در مطلع غزلی از مولانا میخوانیم واقعی بدیدم لایق لطف آفرین، خیز معبر الزمان صورت خواب من ببین. خواب بدیدم قمر، چیست قمر به خواب در، زان که به خواب حل شود آخر کار و اولین. ملاحظه می‌فرمایید که هم در اون عبارت از مقالات نقل شدم و هم در این غزل که از مولانا خوندم، واقع یا اون وارد غیبی که کاشانی گفت که ممکن است از هر در آید با خواب همراه بوده است. اما در عبارت مربوط به سفر ارزنجان وارد غیبی نه در خواب که در بیداری به سراغ بستانبان آمده است. لاهوره رو جمع کرده بود جهت درویشان. لاهوره فقط یک بار در کلام شمس آمده و فقط یک بار در کلام مولانا. هیچ جاشو نمیبینید. این حضرت دوست من اینجا نشسته، اگر دیده به من بگه. در این کتاب‌های لغت هم لاهوره رو که معنی میکنن همین بیت مولانا رو، چون به مقالات هم دسترس نداشتن، همون بیت مولانا رو میارم. و از این چیزها خیلی زیاده در شمس و مولانا، کلمات واژه‌های عجیب و غریب که فوت شده از دست رفته، ولی اینو در مقالات شما میبینید. در هیچ یادم نمیده یکی از این محققین ترک به من گفت که او از قول مرحوم بدویزمان فروزانفر نقل میکرد. گفت فروزانفر به من گفت که من با مولانا فارسی را دوباره آموختم. فارسی را گفت بدویزمان فروزانفر. البته من و امثال من نیم. به او گفته بود که من با مولانا فارسی را از سر نو آموختم. لاهوره نوشته‌اند که به معنی گاچ و برش خربزه است. شاهدم همین بیت مولانا را آوردم. جسم تو چون خربزه است تا نبری چون کنم.
خیلی معذرت میخوام. آقا مواظب حال من باشید، من چه خودم نمیتونم اداره بکنم. خلاصه دیدید چه؟ بله مواظب باشید. خلاصه خیلی ممنونم. جسم تو چون خربزه است تا نبری چون خورند، بشکن قیمت لاهوری. خب از اینجا گفتن که خربزه قاطی کرده برش، اما من فکر میکنم که خربزه پارپوره است، له و لورده است، لاهوره، نه این که خربزه درست اعیانی در مهمانی قاطش میکنند و قشنگ به حسابی، نه، خربزه نهیده هایی که میخواست دور بریزه، شکسته بسته های بستان جمع کرده بود، اینا رو میخواست در راه خدا بده. گزیده یعنی جنس اعلا و دستچین، میگه نباید که تو گزیده خوری و در بومتر را به درویشان دهی. 3 روز درویشان را مهمان داشت. این تکه های مقالات رو اول معنی میکنم، معنی لفظی رو اول معنی لفظی میکنیم، بعد میریم دور و برش خود صحبت کردن میشه. ما روالمون اینه، اول کلمات رو، مفردات رو، مسائل لغوی و ادبی و اینا رو متوجه میشیم، بعد میریم دور و برش اون وقت یه خورده جبران میدیم، این چیز خودمون رو تا حدی که زورمون میرسه. 3 روز درویشان را مهمان داشت. حدیثی از پیغمبر اکرم که فرمود از ضیافت و 3 ایام. این حدیث تشریف مهمان و صاحبخانه هر دو را معلوم می‌کند. اگر مهمانی وارد شد، بر تو صاحبخانه باید خودت رو حاضر بکنی، تا 3 روز اقلاً باید مواظب باشی. نمیشه فوراً بیرونش چرچاو بذار یا خورده. این سفرهای قدیم ها، سفرهای امروز نیست. سفرهای امروز چه بله، سفرهای قدیم یارو خسته و کوفته اومده، بالاخره اومده نفسی تازه بکنه، 3 روز حداقل. خب مهمانم باید تشریف خودش رو بدونه که آقا هوار نشست سر صاحبخونه تا 3 روز. خب عزیزان را تا 3 روز باز داشتی. دقت شد که بازداشت در این عبارت بار منفی ندارد، مثل امروز ما میگوییم بازداشت. معمولا بازداشت وقتی گفته می شود امروز چه کسی را به زور و به قهر برخلاف میل و ارادهش از رفتن مانع شوند. پیشوند باز در اینجا افاده جبر و عنف نمی کند، مانند بازجست، بازدید، بازخوانی، بازبینی، باز آمدن و امثال آن. در اسرار توحید میخونیم آن جوان در حال آستین باز داشت، یعنی نگه داشت. اون جوان در حال آستین باز داشت و گفت دست در آستین درار و بردار چندان چت در بایست است. خب دنباله قصه میگه رفتیم به ارزنجان، از یاران جدا شدیم، زیرا تا نشناخته بودند خوش بود. بازی میکردیم، کشتی میگرفتیم، چون شناخته شد آمدند که همه تویی. شمس تا شهر ارزنجان با جماعت صوفیان همراه بود. ریاست و رهبری گروه را بر عهده داشت، اما در ارزنجان تصمیم میگیرد که از آنان جدا شود. در این بند جز گزارش جدا شدن خود از همراهان 2 نکته دیگر هم نهفته است. 2 نکته‌ای ای که شمس روش باز نمیکنه، خیلی با عبارت
نقض و موجز میگوید رد میشه، ولی ما ملتفت میشیم. یا چه آنچه سفر صوفیان که البته نیت اصلی در آن دید مشایخ و تشرف به خدمت رجال الله بود، عملا به صورت یک مسافرت تفریحی در می آمد. صوفیان جوان با یکدیگر کشتی می گرفتند، بازی می کردند، اگرچه غالبا گرسنگی می کشیدند، خوش بودند. این مسافرت گروهی در واقع یک کاروان شادی بود که نشاط و اشتیاق و امید جوانی در آن موج میزد. نکته دوم اشاره به سبب جدا شدن شمس از یاران است. صوفیان جوان اندک اندک به کمالات و برجستگی‌های روحی و اخلاقی درویش گمنامی که شاید به صورتی کاملا اتفاقی و تصادفی به ریاست خود برگزیده بودند پی میبرند و این اندیشه در آنان قوت میگرفت که اون چرا میجویند با خود دارند. در آغاز کار شخصیت استثنایی شمس بر کسی مکشوف نبود. صوفیان جوان او را به چشم یکی از گروه می‌نگریستند و به هیچ تکلفی او را در بازی شرکت می‌دادند و با او کشتی می‌گرفتند، اما کم کم که چیزهای بیشتری از او در می‌یافتند با او فاصله می‌گرفتند و اظهار ارادت و سرسپردگی می‌کردند. چون شناخته شد آمدند که همه تویی، هان بیا که مطلوب ما خود تویی. آنان میخواستند خود را به او ببندند، اما او بر آن بود که خود را از آنان خلاص کند. ابن بطوطه که تقریباً 100 سال بعد به ارزنجان رفته، در زمان فرزند مولانا سلطان ولد ابن بطوطه میره اونجا. ابن بطوطه به ارزنجان رفته، اون را شهری بزرگ یعنی بعد از خیلی معذرت میخوام استادم ایراد نگرفت از من، برای چی نشستی اینجا؟ باید ایراد میگرفت. نه، ابن بطوطه تقریبا 10-15 سال بعد از مرگ سلطان ولد رسیده به اونجا. سلطان ولد 10-15 سال پیش از اینکه ابن بطوطه به بلاد روم برسد فوت کرده بود. ابن بطوطه ارزنجان رو شهری بزرگ و آبادان توصیف می کند. از بازارهای مرتب شهر، از صنعت مس و نساجی آن سخن می گوید. اکثریت مردم شهر در زمان ابن بطوطه هنوز ارمنی بودند. اینا جزو ارمنستان و اون چیزای بیزانس و اون طرف بود دیگه. هنوز اکثریت ارمنی بودند، اما مسلمان ها هم تشکیلات خودشون رو داشتن. مثلا شهر به طور کلی شهر جزو قلمرو ایران بود، تابع سلطان ابوسعید بهادرخان که سلطان ایران بود، جزو در قلمرو ایران بود. ابن بطوطه در خانقاه اخی نظام الدین که از بزرگان اخیان بود و خانقاه معتبری داشت منزل کرد و از پذیرایی‌های شایان در اون خانقاه یاد می‌کند. لابد گروه صوفیان همراه شمس نیز در یکی از خانقاه‌های شهر فرود آمده و از پذیرایی‌های اخیان برخوردار شده بودند. شمس چنانچه خود نیز گفته است از رفتن به خانقاه خودداری می‌نمود. در دنباله حکایات او را می‌بینیم که از زی و هیئت درویشی خارج شده و به صورت کارگری ساده در جمع کارگرانی که صبحها برای جستجوی کار در سر راه می‌ایستادند منتظر کارفرمایی است که او را فراخواند. حالا در این میان چه اتفاق افتاده؟ چه حیله‌ای به کار زده؟ به چه شگردی در نقشه خود موفق شده از چنگ این صوفی‌ها خلاص بشه؟ هیچ نمیگوید.
نمیگوید چگونه خود را گم و گور کرده و تا چند روز در خفا زیسته. 3 روز به فاعلی رفتم، دنباله قصه است، کس مرا نبرد، زیرا ضعیف بودم. همه را بردند، من اونجا ایستاده در راه. خواجه ای را نظر بر من افتاد، غلام را فرستاد که اینجا چی ایستاده ای؟ گفتم تو راه را به قباله گرفته ای؟ اگر شهر را و راه را به قباله گرفته ای مرا بگوی. فی الجمله به تواضع در آمد و مرا به خانه برد، به جای نیکو بنشاند و طعام ها بیاورد. از دور به 2 زانو به ادب بنشست. چون بخوردم گفت تا در این شهری هر روز می آی و می خور. این سخن او مانع رفتن شد. حالا این تکه خوندیم. فاعلی، فاعل مفرد فعل است، به معنی کارگر ساده، کارگر روزمزد که بیشتر برای خاکبرداری و کار جل اجیرش میکنن. ما حالا جمع این واژه را، یعنی صورت جمع را، فعل را به جای مفرد به کار میبریم. فاعل نمیگیم، میگیم فعله. همچنان که در مورد صیغه‌های جمع دیگر مانند عمله و طلبه جمع را به جای مفرد به کار میبریم. میگوییم عمله ها خسته شدن یا طلبه ها مشغول مباحثه بودن. از این قبیل. خواجه، خواجه در مقابل غلامه، مردی است منسوب به طبقه اشراف شهری که معمولا یا بازرگان است یا وابسته به دیوان و دستگاه دولت. به روحانیون خواجه نمی گفتن. خواجه یا اعیان شهری و وابستگان به دولت، مانند دبیران و مستوفیان. این خواجگان بر حسب میزان تمول و مکنت غلامانی را در خدمت خود داشتند. در این حکایت خواجه‌ای با غلام خود در راه بوده، چشمش میافتد به شمس، عمله ها را همه برده بودند. شمس چون ضعیف و لاغرندام بود، نظر کسی را نگرفته بود، همچنان تنها سر راه ایستاده بود. 3 روز است که اینجوری اونجا منتظره. خواجه غلام خود را فرستاد که اینجا چه ایستاده ای؟ شمس بعد از 3 روز انتظار کاری گیر نیاورده بود. طبعا در نهایت استیصال و درماندگی بود، اما در این حالت هم عزت نفس خود را از دست نمیدهد و درشتی می نماید. تا راه را به قباله گرفته ای؟ به قباله گرفتن یعنی خریدن، در تملک خود در آوردن. اگر شهر را و راه را به قباله گرفته ای مرا بگو، به تو چه ترا ایستادم؟ خواجه در می‌یابد که طرف یک عمله معمولی نیست. این بار خود با ادب و احترام پیش می آید. ببین شخصیت شمس در این چیزها، در اون قصه قبلی، در اینجا طرف را وادار می کند، به میشکند طرف را و شمس را به خانه می برد و شرط خدمت به جای می آورد. در این قصه 2 تا اشاره هست. یکی اشاره به ظاهر شمسه که معلوم میشه آدم تنومند گردن کلفت هیکلداری نبوده. در جای دیگری از مقالات هم اشاره داریم که ریش نازک و چندپشت داشته. خب قیافه واقعی شمس معلوم میشه که غیر از این قیافه است که معمولا به خورد ما میدند و نقاشی میکنند در این افعال. اشاره ناگفته دوم از فحوای کلام چنان برمی آید که اون خواجه ارادت و تعلق خاطر فراوان نسبت به شمس پیدا کرده. او مدتی نمیگوید چند مدت مهمان خواجه بوده است. میگه این سخن او مانع رفتن شد.
نمیگه. ببینید اینا رو، ولی خب پیداست است فهوای سخن پیداست، مدتی مونده پیش بود. روزی مرا دید دنباله مطلب میگوید آخر مرا برهان از این مشکل، هرگز دوستی یک رویه نباشد، من القلب الی القلب روزنه. من دلسوز تو ام و تو را دلسوز خود میدانم، مرا چنین در حجاب میداری، آخر نگویی که این چگونه است. گفتم آری، مرا قاعده این است که هر چه را دوست دارم از آغاز با او همه قهر کنم تا به همگی از آن او باشم. پوست و گوشت و قهر و لطف، زیرا که لطف را خاصیت این است که اگر با این کودک 5 ساله بکنی از آن تو شود. الا مرد آن است که چون پیشوا را دید که چه صبر کرد و با وی چه بلا رسید و عقب اون بلا چه دولت روی نمود و او را کجا رسانید و صاحب سر چه گردانید، دلیر شود و نترسد که نباید که هلاک شود، که هیچ هلاک نشود، بلکه بقا در بقا، بلکه در هزار بقا. خواجه اهل دل است، گوهرشناس است، دریافته است که این درویش از شمار درویشان معمولی نیست. شمس نیز اهلیتی در خواجه دیده. اشاره هم بکنیم به سخن اخیرش که گفت مرا قاعده این است که هرچه را دوست دارم از آغاز با او همه قهر کنم تا به همگی از آن او باشم. و این همان است که در جای دیگری از مقالات هم آمده است، میگوید هر چه را دوست داریم با او جفا کنیم و اندک زلت او را زلت لغزش و اندک زلت او را 100,000 مکافات کنیم و آن دگر را به کوه ها نگیریم. هر چه را سر به صحرا دادند آن از بیگانگی باشد. مولانا در یکی از نامه‌های خود که به یکی از دوستانش می‌نویسد این عبارت را از شمس نقل می‌کند. اونجا که می‌فرماید هر چه را دوست دارد حضرت یحبهم و یحبونه، اندک زلت او را 100,000 مکافات کند و آن دیگران را به کوه ها نگیرد. هر چه را سر به صحرا دادند آن از بیگانگی است. این کلمه یادگار است از سلطان الفقرا عظم الله قدره. مرادش شمسه. بیشتر از این خیلی معذرت میخوام، در این هوای گرم بیشتر از این واقعا انصاف رو رعایت نکردم. نه، انصاف رو رعایت نکردم. ولی خود دیگه من گفتم که پای خودتونه، من گفتم هر جا که احساس خستگی میکنید اشاره بکنید، قطع بکنید حرف منو، اینطوری نمیشه. خیلی معذرت، خیلی خوشحالم که نه سوال قرمز که نیست. سوالی چرا؟ این در مورد لاهوره در شهر شما میدان صاحب الامر در تبریز بفرمایید. در اونجا معمولاً پیرزنای خانم‌های آقایون می اومدن زمان که ما دانش آموز چیزهایی بخرن، سیب زمینی، پیازی فلانی، و دلشون میخواست گفته استاد در این هوای گرم یه هندونه خربوزه‌ای بخورن و این رو خربوزه به شرط چاقو، هندونه به شرط چاقو، ولی چاقویی در کار نبود. من دیده بودم به سنگ میزدم
میزدن به سکوی اون حیات صاحب الامر، میشکست، بریده نمیشد. و هندونه خربوزه مخصوصا تازه باشه کج و کوله میشکست. ظاهرا لاهوره یکی از تیکه، اونا هم گفته بشکن، بشکن، بزن به سنگ و خیارهای گنده هم من دیده بودم اونجا میزدن میشکستن. پاره هندونه خربوزه و این بدون چاقو، هندونه خربوزه ای که بدون چاقو بریده شده باشه در همون کج و کوله. در همون میدان صاحب الامر مجد، نمیدونم یادت میاد یا نمیاد، همون من اونجا دیدم. در اونجا این بارفروش ها این فقط تو این لاهوره رو شما در ده خدا ببینید، چیزهای عجیب غریبی در موین، همه موین رو ببینید، لاهوره رو یک معناش هم میگه میوه است، جردو باش دخلوات، بعد میگه چیز بادرنج، بالنج، با همین بالنج، آخه جردو با بالنج با خربوزه با خیار، نمیدونم خدا میدونه، ولی اون چه من میدونم اینه که اون چه من تصور میکنم لاهوره لهواره است، لهیده است، پوره چیز دیگه و غیر از اینم من جای دیگری ندیدم. اینا هم هیچ کدوم در ده خدا هم هیچ شاهد دیگر جز همین یک بیت مولانا نیاوردن که این به معنی برش. آقای تیتیچ هم به همین جور معنی کرده، اونم از روی نوشته ما که ما از روی به خدا آوردیم در اون تحقیقات. تنها چیزشون شاهدشون همون یک بیت مولاناست، ولی فکر میکنم که لاهوره یک صورت دیگه از لهواره و لهیده له شده است. نه این هندونه ها خربوزه های دیمی توری می آوردن معمولا با الاغ، این یکی این ور یکی این الاغ ها می خوردن به هم و هندونه و اینها لهوا می شد و اون رو می مدن. من هم میخواستم برم هندونه سالم بخرم. شاید لاهوره او دو تا کیسه اینو گفتم که یادت نمیاد، این بارفروش ها، من های میدان صاحب الامر همه چیز میفروختن، زردالو و نمیدارم شفتالو و نمیدارم آلو و نمیدارم گوزه، همه چیز میفروختن. اینجا یک صندوقچه داشتن، این هرچه از این به اصطلاح ضایعات بود میانداختن. این درویش ها و فقرا و اینا هم چی می آمدن، اینا رو حوالش من دیده بودم اینجا. الان هم هست، از یه 4 تا از این برمیداشت در قزلقلعه و اینها هست. این بستانبان هم همین کار رو میخواسته با شمس هم خود نمیدونسته شمس تبریزیه. میگن در ایتالیا یک تبریزی ها رفتن، 2-3 نفر بودن و با هم عکس داشته باشه. من نبودم. دوربین رو دادم به یک ایتالیایی، اونم گوها یکم رفت عقب، 3 قدم عقب‌تر، 4 قدم، 5 قدم عقب‌تر، حسابی فاصله گرفت، بعد پا گذاشت به فرار. تبریزی دنبالش رفت، بالاخره خیلی دورتر اینو گرفت. گفتم ما توریستان اینجوری گفت این بدون اون توریست تبریزی نبوده، هرگز توریستای دیگر رو میتونی ولی از تبریزی ها نمیتونی. دوربینشو پس گرفت. خیلی از استاد واقعا متشکر و این به نظر واقعا آسون میاد. من انشالله در درس آینده مطالبی رو میارم مطرح میکنیم. اول خیلی چیزها هست که استاد توضیح ندن نمیشه متوجه شد و ایشون الان 40 تیکه میکنن، 400 تیکه میکنن، این اینجوری بود، اونجا هم اینجوری بود، اینجا هم، و گفتن مستقیم نمیشه خوند و این یعنی اون کلیدواژه الان اصطلاحش هست. کلیدواژه ها رو لطف میکنن و من گفتم یکی از آرزوها این بوده که مقالات رو از بیانات ایشون بشنویم. خدا رو من سپاس میگذارم که این آرزو عملی شده.
خیلی ممنون از دوست.